امروز میخوایم با هم اصول کلیدی یک کتاب کلاسیک رو برداریم و تبدیلش کنیم به یه استراتژی فوق‌العاده قدرتمند برای تمرکز و موفقیت. آماده این که کنترل انرژیتون رو دوباره به دست بگیرید؟ ببینید این سوال دقیقاً میزنه به هدف. هر روز ما پر از همین داستاناست، صدها مسئله ریز و درشت. اما نکته اصلی اینه، انرژی ذهنی ما یه منبع محدوده، مثل باتری موبایل. واقعاً میخواید این منبع ارزشمند رو صرف چیزایی کنید که فردا حتی یادتون هم نمیاد؟ خب برید رو راست باشیم. ماها انگار درگیر یه اپیدمی شدیم. اپیدمی بزرگ کردن چیزای کوچیک. همین دلخوری‌های جزئی، همین اتفاقای پیش و پا افتاده. مثل دزدای ساکت و خاموشی هستن که تمرکز و آرامش ما رو یواشکی می‌دزدن. این یه جورایی تقصیر ما هم نیستا، تو سیمکشی مغزمونه. ذهن ما برای بقا طراحی شده، پس هر چیز کوچیکی رو یه تهدید بزرگ می‌بینه. نتیجهش چیه؟ ما خیلی راحت اجازه میدیم یه تأخیر چند دقیقه‌ای تو ترافیک یا یه ایمیل که لحنش یکم بده کل روزمون رو به هم بریزه. 99% فکرشو بکنید، تقریباً تمام انرژی ذهنی که امروز دارید برای نگرانی‌ها خرج می‌کنید، مال چیزاییه که هفته دیگه اصلاً یادتونم نمیاد. این یعنی ما داریم قدرت ذهنیمون رو به معنای واقعی کلمه دور می‌ریزیم. یه اتلاف انرژی وحشتناک. خب، حالا راه حل چیه؟ اولین قدم و شاید مهمترین قدم اینکه دست از تلاش برای تغییر دادن کل دنیا برداریم. به جاش تمام تمرکزمون رو بذاریم روی تنها چیزی که واقعاً کنترلش دست خودمونه، یعنی دیدگاهمون. این جمله از خود ریچارد کارلسون، نویسنده کتاب، فوق‌العاده است. ببینید، آرامش یه جای خاص یا یه شرایط ایدئال نیست که منتظرش باشیم. نه، آرامش یه انتخابه، یه مهارت ذهنیه که درست مثل یه عضله میتونیم هر روز قوی ترش کنیم. پس قدرت واقعی چیه؟ قدرت واقعی یعنی همین انعطاف پذیری ذهنی. یعنی شما اونقدر روی ذهنتون مسلط بشید که دیگه نه ترافیک، نه حرف بی‌منظور کسی، نه هیچ اتفاق غیرمنتظری نتونه شما رو از مسیرتون خارج کنه. به این میگن یه ذهن قوی و باثبات. خب بریم سراغ یه استراتژی عملی. چطور میتونیم این ایده ها رو واقعا تو زندگی پیاده کنیم؟ کلیدش اینه. باید از واکنش نشون دادن فوری و احساسی به سمت پاسخ دادن آگاهانه و حساب شده حرکت کنیم. این دوتا خیلی با هم فرق دارن. ایسا مرحله رو ببینید، فوق‌العاده ساده است اما قدرت عجیبی داره. یه اتفاقی میفته. به جای اینکه سریع واکنش نشون بدید، فقط یه ثانیه مکث کنید، فقط یه نفس عمیق بکشید. تمام قدرت شما دقیقاً تو همین فاصله کوتاه بین اتفاق و واکنش شماست. این همون لحظه‌ایه که شما کنترل رو پس میگیرید. پس نکته اصلی همینه. این جمله یعنی چی؟ یعنی مسئولیت کامل رو بپذیریم. یعنی دیگه دنبال مقصر نگردیم و نگیم شرایط اینطوری بود، فلانی اونطوری گفت. قدرت دست شماست، چون انتخاب نهاییه. این که چطور جواب بدید همیشه و همیشه با خودتونه. حالا میرسیم به یکی از بزرگترین منابع استرس که خودمون برای خودمون درست میکنیم، تله کمالگرایی. این فکر که همه چی باید بی‌نقص باشه، بزرگترین دشمن پیشرفت و آرامش ماست. این مقایسه رو خوب نگاه کنید. کمالگرایی شما رو قفل میکنه. چرا؟ چون همیشه از اشتباه کردن میترسید. اما در مقابل وقتی ذهنیت کافی بودن رو میپذیرید، به خودتون اجازه حرکت، یادگیری و پیشرفت میدید. یادتون باشه، تو دنیای واقعی موفقیت برای کساییه که عمل میکنن، نه اونایی که منتظر یه شرایط بی‌نقص و خیالی میمونن. خب، حالا بیایید همه این ایده ها رو توی یه پیام نهایی و خیلی قدرتمند خلاصه کنیم. پیام اصلی اینه: قدرت و آرامش واقعی توی پیچیدگی نیست، برعکس توی سادگیه. این دقیقاً همون حقیقتیه که باید یادتون بمونه. شما به هیچ تکنیک عجیب و غریبی نیاز ندارید. فقط باید یاد بگیرید، رها کنید. انرژیتون رو از چیزهای بی اهمیت پس بگیرید و تمامش رو بذارید روی اون چیزهایی که واقعاً تو زندگیتون مهمن. همین. و این جمله به نظرم بهترین پایان بندیه. وقتی این یاد میگیرید که روی واکنش هاتون به چیزای کوچیک مسلط بشید، در واقع دارید یه عضله ذهنی قوی تر میسازید. همین عضله است که بهتون این قدرت رو میده تا با چالش های واقعا بزرگ زندگی، با اعتماد به نفس و آرامش روبرو بشید. پس سوالی که میمونه اینه: شما امروز قراره کدوم مسئله کوچیک رو رها کنید تا قوی تر بشید؟